بسم الله الرحمن الرحیم. پس از پیروزی انقلاب شعارها تبدیل به عمل شد و هر روز برای خدمت به مردم مستضعف ایرانی که با ملتی که با آنها ستم بسیار روا داشته شده و اکنون می‌خواهند از ستم‌ها گریخته و به استغنای فرهنگی برسند، هر روز گامی برداشته می‌شود و در این روند امروز حرکتی انجام می‌شود که با حضور حضرت آیت الله ایزدی امام جمعه شهرستان نجف آباد و برادران از استانداری استان اصفهان و برادران دیگر از منطقه و از نجف آباد و اصفهان حضور دارند که افتتاح و زدن کلنگ این منطقه رو به دست حضرت آیت الله ایزدی نماینده حضرت امام مشاهده خواهید کرد. الله اکبر، الله اکبر، درود بر رسمنده. بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی پیش آمد که با حضرت آیت الله ایزدی صحبت کوتاهی داشته باشیم و از راهنمودهای ایشون استفاده بکنیم. حضرت آیت الله ایزدی توجه دارید قطعاً و مسئولین کشور هم مسئله رو توجه دارند که دشمن از فقر فرهنگی و جهل جوامع خصوصا روستا به این وضع کشانده مردم بودن استفاده می‌کردند و ما در شهر خودمون هم دیدیم که از بعضی روستاها و فقر فرهنگیشون چجور استفاده کردن در تهاجم به شهرها و بعد از انقلاب هم در بعضی از نقاط دشمن و ضد انقلاب از همین موقعیت استفاده کرده. شما توصیه‌تون به مسئولین و نظرتون درباره بالا بردن فرهنگ مناطق روستایی چی هست؟ تقاضا میکنم توضیح کنم.